سطح کیفی محصولات ما و هم سطح کمی محصولات ما رشد چشمگیری طی این سالها داشت و الان محصولاتی رو در سطح بازار دارید شما ملاحظه می‌کنید که این محصولات قابلیت رقابت پذیری با محصولات وارداتی رو داره. صحبت از صنعتی است که بیش از 300,000 شغل مستقیم را در خود جای داده. در تولید لوازم خانگی به طور متوسط چیزی حدود 8.5% نسبت به 10 ماهه 1401 ما افزایش تولید داشتیم. تولید کنندگان لوازم خانگی میگویند افزایش تولید با افزایش بیش از 60% عمق ساخت داخل همراه بوده. عمق یخچال‌ها قبلا کاملا وارداتی بود، الان اونا رو از تامین کننده‌های داخلی تامین می‌کنیم. محصول 100% ایرانی، زحمت همکارای خودمون توی ایران، بچهای کارخونه، این دست به دست هم داده که محصولاتی بسیار شکیل، زیبا و خوش قیمت رو بتونیم تو بازار ارائه بکنیم. از ما لباسشویی رو میبرن یه سری مغازه‌دارا، یه سری سوءاستفاده‌گرای سوداگرای تو بازار هستن، برندش رو تغییر میدن، با برندهای خارجی میفروشن. کالای ایرانی به عنوان یک کالایی که دیده نمیشد، پسندیده نمیشد، امروز تو سطح بازار برای خودش حرف داره برای گفتن. از نظر استانداردهای شرکت‌ها دارن استانداردهای بالایی رو رعایت میکنن. به طور میانگین میزان عمق ساخت داخلمون در صنعت لوازم خانگی هولوش 62% برآورد شده. فعالان این صنعت معتقدند ممنوعیت واردات لوازم خانگی به کشور موجب شده تولید در این صنعت رشد 2 برابری را تجربه کند و تولید کنندگان داخلی بیش از 60% بازار را در اختیار بگیرند. کالایی داریم در کشور تولید می‌کنیم که نیاز مصرف داخل رو به لحاظ تیراژی تونستیم تامین کنیم. از نظر کیفی هم با کالای مشابه خارجیش داریم رقابت میکنیم. این چیزی کمتر از اون نداریم. 97 از 8 میلیون الان رسیدیم به 17 میلیون دستگاه در تولید، یعنی بیش از 2 برابر رشد کرده. فعالان صنعت لوازم خانگی گردش مالی 7 میلیارد دلاری را نشانه سهم بالای این صنعت در میان دیگر صنایع داخلی می‌دانند. صنعتی که به مزیت رقابت پذیری رسیده است. نوروز بیگی، خبرگزاری صدا و سیما.